رو به مشاهده این کلیپ دعوت میکنم. سلام بچه ها، من مخ هستم. اوه سلام رفیق، تو میدونی کجا میشه مغزو پیدا کرد؟ شما دارین به یه ماجراجویی باحال میرین تا 4 قسمت اصلی مغز رو پیدا کنین. من بزرگترین قسمت مغزم، بخش تفکر مغز و کنترل ماهیچه‌های اختیاری ام. بدون من شما نمیتونین برقصین یا با دوستاتون صحبت کنین. رقص؟ وای خجالت بکش. من مغز پیشین هستم. من خاطرات رو ذخیره می‌کنم و به شما این امکان رو میدم که حس کنین و احساسات داشته باشین. من دقیقاً اینجا بیش از 85% وزن مغز شما رو تشکیل میدم. من به دو نیمه تقسیم شدم. نیمه راست طرف چپ بدن شما رو کنترل میکنه و نیمه چپ طرف راست بدن رو کنترل میکنه. شما به قسمت‌های مختلف مغز برای انجام کارهای مختلف احتیاج دارین. همه چیز رو از حل مسئله ریاضی تا پیانو زدن انجام میده. وای چقدر باحال. من یه نوع شگفتی هستم. الان برای ماجراجویی فقط جاده سنگی مغزی رو دنبال کنید. ما که قبلا رفتیم، تو نباید تمرکزتو اونور بذاری. من ساقه مغزم. من مغز به نخواه بست میکنم. میشه داد نزنین لطفا؟ ببخشید ما زود میترسیم. من جام تو قسمت پایین مغزه. من مغز رو به نخاع وصل میکنم. نخاع یه بسته از اعصابه که ستون فقرات ازش محافظت میکنه. نخاع مسیر اصلی جابجایی اطلاعات از مغز به بدنه. خوشحالم که دیدمت ساقه مغز. من مسئول تمام فعالیتایی هستم که بدن شما بهش نیاز داره تا زنده بمونی، مثل تنفس، گردش خون و گوارش غذاها. این کارو هم انجام میدی. سلام نرو کلویی. سلام پل. پس می‌زدم می‌خواستی بگی من شبیه یه پل هستم. من قسمتی از مغز هستم که جسم پینه‌ای صدا می‌کنن. من یه نوار ضخیم از تنابای عصبی ام که دو نیمه مخ رو به هم وصل می‌کنم. چقدر عالی. اوه سلام رفیق. از دیدنتون خوشحالم. من مخچه هستم. من تعادل هماهنگی حرکت‌های شما رو کنترل می‌کنم. جای من قسمت عقبی مغزه. دقیقاً اینجا. کار من اینه که تعادل شما رو حفظ کنم. وای عالیه. خب بذار ببینم. مخ، جسم پینه‌ای، ساقه مغز و مخچه. بچه‌های خوبم فیلمو دیدین؟ حالا من چند تا سوال از شما دارم. شما چطوری یه مسئله رو حل میکنین؟ یا وقتی که میدوین چطوری ضربان قلب و تنفستون افزایش پیدا میکنه؟ وقتی وای میسین چه شکلی اون دوباره به حالت عادیش برمیگرده؟ یا از همه مهمتر وقتی که میخوابید چطوری قلب و ششتون رو کنترل میکنین که قلبتون بزنه؟ بله درسته، مغز مسئول و فرمانده تمام کارهای بدن هست و نخاع هم تو کنترل فعالیت بدن به مغز کمک میکنه. شکل رو نگاه کنین، داره چی رو نشون میده؟ یه سلول عصبی رو میلیون ها میلیون سلول عصبی در مغز و نخاع قرار دارن. این سلول ها دستورهای لازم برای بخش های گوناگون بدن رو صادر میکنن. بچه ها از چی تشکیل شده؟ یه رشته دراز و هسته. بچه‌های خوبم به تصویر روبرو نگاه کنین. شکل روبرو مغز و نخاع و رشته‌های عصبی که به آنها وصل هستن رو نشون میده. این رشته‌ها در سراسر بدن پراکندن و فرمان مغز و نخاع را به قسمت‌های مختلف بدن میرسونن. مثل فرمان کوتاه شدن ماهیچه‌ها را میرسانن. اعصاب پیام‌های گوناگونی را هم از قسمت‌های مختلف مثل چشم و گوش به مغز میرسونن. رسیدیم به گفتگو. همانطور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید ماهیچه روی بازویتون باید کوتاه شود. شکل روبرو را به دقت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم میگیرید ساعد خود را خم کنید دستور کوتاه شدن چگونه به ماهیچه ها میرسد. مغز فرمان کوتاه شدن ماهیچه ها را از طریق نخاع و رشته‌های عصبی به ماهیچه بازو میرساند و ما میتوانیم دستمان را خم کنیم. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین. تا جلسه بعد خدا نگهدار.